تریلر FC27 منتشر شده و اومدیم با هم داغ بررسیش کنیم. باید ببینیم امسال EA فقط رنگ چمنه و کتاب عوض کرده یا تونسته یه چیز کوچیک جدید اضافه بکنه. بازی اینجا رونمایی شده که کامل آبی از همین لوگو EA مشخصه و چند تا فریم که تد لاسو اینا رو نشون میده، اسکیل مووای جدید رو نشون میده و سیستم دفاعی و پاسکاری های نوین و ضربه فینستوری که جدید به بازی اضافه شده. من یه بار میذارم تریلر رو ببینید، بعد روی تریلر صحبت میکنم. ماجرا که شروع میشه ویدیو، اینجا ما یه چند تا فریم از کلیت بازی داریم که توی این صحنه ما داریم تد لاسو و ریچموند رو میبینیم که به بازی اضافه شدن. این دو کاراکتر و تیم سال 2023 داخل بازی بودن و خیلی باحال بود. من خودم تجربهشون میکردم، باشون بازی میکردم، واسه فیلمشون ندیده بودم ولی تازگی دیدم. حتما پیشنهاد میکنم وسط برید ببینید. اینجا از نمای خیلی خفن داره اوورال چند تا بازیکن و کارتای گلد رو بهمون نشون میده که حدوداً همونه تمای کارتای گلد، ولی یه نوار رنگ طلایی طور پشتشون اضافه شده. اینجا داره از سیستم جدید استوپ و حرکات اسکیل بازی رو نمایی میکنه و اینجا این بخشی که شما دارید میبینید چیز خیلی مهم رو داره نشون میده که احتمالاً مربوط به بخش پلیر کریر هست که شما میتونید برای خودتون یک سری قابلیت ها انتخاب بکنید فراتر از اون اسکیل موو هایی که انتخاب میکردید. ادامه میدیم با هم دیگه. اینجا هم پایینم دوباره مثل فیفا 22 یه سری از اون درست کردن. اینجا که میرسیم چند تا اسکیل موو جدید و بخش ولتا فوتبال که به بازی اضافه شده و احتمالاً داخل بخش The Grounds یا همون جهانباز بازی شاهدش خواهیم بود. اینجا هم داره توضیحات بخش The Grounds رو میده، همون جایی که اون بالا میبینید و اینا، و کلی استادیوم، شهر، شخصیت سازی، خرید استوک، لباس و این قابلیت ها به بازی در اون بخش اضافه شده که خیلی بازی رو بهتر و جذابتر میکنه. در مورد بخش گیم پلی بازی هم جوری که داشتید میدید مقایسه نسخه قبلی و جدید، داخل دفاع وقتی شما پاس به داخل میدادید کامل رد میشد و توپا میرسید به مهاجم و گل میشد. یعنی این حالا داخل نسخه آخر آلتیمیت تیم کامل میشه احساس کرد، اما داخل نسخه جدید همون FC27 کامل دفاع روی این صحنه ها هوشیارن و نمیذارن مثل ماست واقعا توپ از جلوشون رد بشه. اینجا هم داریم نوع پاسکاری جدید و یا سیستم کنترل محوریت بازیکن رو میبینیم که مثلا ما میتونیم بازیکن ها رو به جای هدایت بکنیم. یه نوع قابلیتی اضافه شده تو قابلیت جاگیری بود قبلا، مثل همون حدودا
اما پیشرفته تر و راحت تره. مجددا از همون چیزی که میگم صحبت میکنید و خط حرکتی و محور بازیکن‌ها بسیار طبیعی تر شده و دارید میبینید دیگه گرافیکی به نظرم خیلی بازی بهبود نداشته. اینجا داره نشون میده که میتونید با دوستاتون بازی کنید و چالش بذارید. شوت‌های جدید بازی که خیلی میگن به بازی قراره تنوع شوت‌های لو دیریون اضافه بشه و شوت‌های حالا دیگه و سیو دروازه‌بان رو من اینجا توضیح بدم. یه نکته بسیار مهمی که هست، شما لو دیریون یا همون شوت زمین پر مثلا بزنید واقعا گلرها گل میخورن، واقعا اگه زاویه بدید گلرها راحت گل میخورن و الان داخل این بخش داشت به همون ایراد اشاره میکرد که رفع شده. من مطمئنم این رو رفع میکنن، تو آپدیت دوباره اینو برمیدارن، مطمئنم دیگه. FC26 هم همین کارو کردن که خیلی خوب سیو شد. و اینجا هم شخصی سازی، لباس خریدن و اینا برای بخش دی گراوند که الان رفتن لباس خریدن، تیرپو سلشون رو عوض کردن و برگشتن و گیم مودی که لو رفت و خیلی باحال میخوره باشه. مثلا باید برگردون بزنیم توی توپ بسکتبال یا مثل کروس بود که توپو انداخت توی توپ بسکتبال، اونطوری میتونیم بازی بکنیم. اینجا هم نحوه جدید ارسال کورنرها رو نشون میده که خطر رو یکم دایره‌ای تر کردن، مثل قبل جوری نیست که شما هر طوری بزنی. ببین یعنی من واقعا داخل FC26 کاشته گل نکردم. همونطوری که اینجا مشخصه یکم خطر رو بهتر و واضح تر کردن تا شما سانتراتون بتونه راحت تر و بهتر باشه. در مشارکت دفاعی هم اونجا دید که وینیسیوس داشت تک میزد و اینجا هم اسطوره‌های تیما که روی نیمکت بودن. من اینجا رو یه ثانیه دیگه بهتون، این بخش احتمالاً بخشیه که شما وقتی کریر بازیکنتون رو تموم کردید بتونید خیلی حرفه‌ای‌تر وارد بخش مربیگری بشید یا اینکه همون بازیکن بشید. خیلی معلوم نیست چی به چیه اما بهش میخوره بحث بازیکنی باشه نه مربیگری. و اونجا هم یه حالتی که داره تماس میگیره و انگار مثلا میخواد عقد قراردادها رو خیلی تخصصی تر و بهتر نشون بده. اینجا هم در این بخش داریم بخش دریبل زنی ها رو میبینیم و اسکیل ها که من واقعا خیلی خوشایند نیستم چون همینطوری داخل بازی دفاع کردن واقعا سخت بود. حالا توی نسخه قبلی خیلی بهتر شده بود اما این اسکیل هایی که اضافه کردن باید واقعا یه جوری باشه که بازی بالانس باشه و نشه مثل فیفا 23. اینجا خیلی مهمه. اینجا داره تم جدید کارتای گلد، برونز، اون کارتایی که اول بازی میگیرید و احتمالاً اینم برای التیمیت تیم، جوری که شما قراره تیمتون رو بچینید یا اصلا این صحنه گرافیکیه. و اینجا هم 100% برای التیمیت تیم این قسمت، یا مثلا وقتی که شما میخواید استارت کنید بازی رو احتمالاً. و اینجا هم احتمالاً برای مثلا یه تم جدیدیه برای پک اوپنینگ و اینا. اینجا هم که بهتون نشون دادم و اینم یه صحنه‌ایه که از اون قسمتی که بسیار جذابه بهتون میگم. و اینجا هم بازیکن‌هایی رو می‌بینید که از رئال مادرید هستن. من حدسم اینه که قرار سیستم اسپیسیا جوری بشه که کلا تو بیا یه تیمی رو از یه بازیکن بچین توی این حالت بشه که اینم به نظرم خیلی جذاب و باحال میتونه باشه. اینجا هم داریم چند تا فریم دیگه از بازی رو می‌بینیم که تکراری بود و اینم تمام اطلاعاتی که داخل تریلر اول رو رفته بود. و مهمترین اتفاق بازگشت الکس هانتر افسانه‌ای به بخش دی گراوند که احتمالاً قرار راهنمای ما داخل بازی. پری اوردر بازی هم اومده، شما میتونید بازی رو پیش خرید بکنید. من خودم همیشه مخالف FC قدیم بودم و میگفتم دقیقاً یک کپی پیستی از FC قدیمی و فقط یک کیت تغییر کرده، ولی به نظرم این FC اگر شما بازی رو آنلاین تجربه بکنید ارزش خریدن داره. اما اگر بازی رو آنلاین تجربه نمی کنید و خودتون میرید ظرفیت نصب میکنید همچین طورایی ظرفیت 1، به نظرم همون FC26 تون رو بازی بکنید یا اصلا برید سمت ای فوتبال. برای کسانی که بازی رو آنلاین بازی میکنن به نظرم ارزش خریدن داره. خیلی ممنونم که ازتون این ویدیو رو تماشا کردید.